نمیدونم باورتون میشه یا نه، نمیدونم میتونید حرفمو درک بکنید یا نه، ولی از نظر من یک زن تو زندگیش مثل یک مداده، تراشیده میشه تراشیده میشه تراشیده میشه، خسته میشه، کهولت میاد، فرسایش میاد و تو مثلا میبینی مادرت داره هی و به یه ته مداد میرسه. ولی مردها معمولا مثل خودکار میمونن، داری مینویسی سر و مرو گنده، یهو تموم میشه، یهو هرچی اینجوری میکنی دیگه نمینویسی. تا چند لحظه پیش کم شدن خودکار رو نمیفهمیدی، کوچیک شدن مداد داری میبینی، ولی کم شدن خودکار رو نه. مردها، پدرها، اسطوره ها این شکلی هست. فکر نکن اگه الان داره خیلی پررنگ مینویسه حالا خیلی جا داره تا تموم بشه، یه دفعه تو کلمه بعدی، تو حرف بعدی میبینی که دیگه نوشتنی در کار نیست. مدل‌ها رو بشناسید، قدر آدمای دنیاتون رو بدونید.